ورزش مرحبا با شهری مفتونوشیدای فوتبال استرافشان که در قسمت شمالی کشور شف با حساب می رود. حتی از سه دسته استرافشان انیزمان با ما شمالی شما دو همشاه تماشاگران ارجمند و باید قید نماییم که در حیات خود چنین گونه حالت نیز در دسته کوکتوش وجود دارد که درجه اولی هم در این رقابت تعیین گردیده است. بازی شروع بشد از مرکز میدان با بالان گردن صدای شکیدوار و لیگ اولی مملکت نمایی کرده است و همچون رقم 18 نسیم جان محمدیف. اولین هجومی کوکتوش از کنار راستی میدان امیر جان سفارف پاس به داخل جریمه گو از پای بفسد بازیگر کوکتوش و به شبهه و به فکری زیادتی سیاد جان زنیدینов با نقطه 11 متر اشاره میکند. پنالتی قاعده بازی زدی محیدین عادیلوف ویران کرده شد. بسیار هم خوب تنی خود را گذاشت محیدین و مجبور ساخت که بختیار چوری و او برخورد. در این مورد بارها این چیز را اثبات کرده است. اما ببینیم که چی گوده. دو مورد با ضربه امیر جان سفارف صدای شکیدوار سفارف ضربه و بدون شانس برای دروازه‌بان 0-1 کوکتوش بالایی دروازه تو روان میکند. امیر جان سفارف ارسال کرده می شود. ضربه جانبی دروازه بسیار هم خطرناک و گل. حالتی نابازی نیست. کوکتوش گل دوم رو در این دیدار به ثمر برساند. نسیم جان محمدیف بنابر لحظه های تکراری ندیدیم بید متوجه شویم. پرتاب انجام داده می شود در قوت دوم. نادربک ابراهیموف موفقانه بازی کرد و با یک رسیش حتی به دروازه نگاه نکرده نسیم جان محمدیف ضربه میزند که از عهده برگرداندن این ضربه بهروز خیریف نمیبراید. 0-2 پرتاب تو با جریمه گل ضربه و گل. استرافشان یک گل اکنون کمتر بشود. 1-2 ترمون متوجه بشه که مؤلفی گل کی گشت. این محافظتگری مرکزی دست است. احراربک اوکتاموف قاعده بازی رو ویران کرد نسیم جان محمدیف. ارسال توپ به سمت پیش هجوم استرافشان الهام براتف ضربه الهام و گل. گل الهام براتف حساب بازی رو برابر میکند. 2-2 کی اگر کاپیتان نزند کی دیگر میزند. الهام براتف بالاخره میزبانان توانستند که بهر خرسندی مخلصان خود حساب بازی را برابر سازند و زود توپ را گرفته به مرکز میدان میگذارند. کامبک استرافشان در این رقابت حالا وقت بنهایت زیاد است. پرتاب انجام داده میشد به جریمه گاه. بسیار خوب مبارزه برد اصلا منظرت در این حالت احراربک اوکتاموف و محض با مبارزه خوبی در این بازیگر و موقع درست انتخاب کرده توانست برجا خولباتوف که با تن خود یک سپر گذاشت به تو بازی در آورده میشود. نوچیبریس ارسال توپ به جریمه گاه امیر جان سفارف توپ رو بند میکند. نوچیبریس نه کمی عقیب‌تر ماند. بنیاد شادیف ضربه با پای چپ بسیار هم خطرناک و توپ از پهلوی دروازه میگذارد. آخرین امکانیت بود برای کوکتوش و با نتیجه مساوی رقابت جالبترین این دور به انجام میرسد. حساب 2-2 به قید گرفته شد تماشاگران ارجمند. در جدول عمومی مسابقات دسته استرافشان صاحب 26 امتیاز میگردد.